Thank you, Mr. President and members of the government. یعنی من عرض خود رو با شما و کشور میرسونم برای از نو انتخاب شدنتون. شما دستگیری خیلی بزرگ داشتید از طرف مردم، محبوبیت مردم رو نشون میدید، یعنی عهده‌داری، یعنی برای شما مهنت میکنید برای بهبودی این کشور. ما باید اون عهده‌داری هایی که گرفتیم، یعنی ما باید از تمام امکانات ذخیره و استفاده بریم که عهده‌داری خود رو اجرا کنیم، یعنی این لایحه رو تطبیق کنیم در این کشور in the shorter possible time. یعنی هر چیز زودتر، یعنی در مهلت کوتاه‌ترین. There are times in which a contractor comes and have to say sorry. یعنی پودرچوینی که میبیان مثال میگن عذر. We are in delays for this reason, for the other. یعنی ما اقیمانی داریم با این سبب، با دیگر سبب. There has been the COVID-19, there has been other difficulties. این کرونا ویروس کووید 19 دیگر مشکلی ها داشتیم. There are other technical problems. دیگر مسئله های حل طلبی تکنیکی بود. So we are in delay. ما اقیمانی داریم. This time it is not like that. این مرتبه این خیلی نیست. This time we and our colleagues ما و همکاران ما، workers that were there, همه کارگرانی که هستند، notwithstanding all the difficulties, نگاه نکرده به همه این مشکلی ها، notwithstanding all those new things including the COVID-19, نگاه نکرده به آن وضعیت هایی که از جمله کووید 19 have fulfilled the promises that we gave to you on February of this year. همون وعده هایی که ما در فوریه همین سال به شما داده بودیم اجرا کردن we gave to this country. و وعده هایی که ما با این مملکت داده بودیم. We reached the level which was foreseen. We solved all the technical issues. ما مسئله های حل طلبی تکنیکی رو حل کردیم، یعنی ما در سطح در کاری هستیم حاضر. We look at that all together. Let me say, we have small satisfaction inside our heart. یعنی ما در یک جایگه یک کمتر قناعتمندی حس کردیم در خود. So what is next? Next is commitment. یعنی من بعد چی است؟ من بعد اجرا کنی عهده‌داری‌های دیگر. Next is starting the work of turbine 3 and 4. ما باید تامین کنیم کاری اگریگاتی رقم 4 و 3 رو. هر چیز of the people that is making this. I would like to mention Mr. Sefarzoda and his team. قید کنم جناب سفرزاده را، اینچنین گروهی اون کس رو، یعنی تلاش‌هایی که آنها میکنند، آنها سزاوارند. You all that are here, our colleagues and working together. همه دیگران که حضور دارن اینجا، همه که کار میکنن. Because you are making such a wonderful effort. سزاوار است شما، یعنی such a wonderful work. تلاشی بزرگ کردید، یعنی کاری بسیار بزرگ اجرا کردید. Show this effort in front of everyone. یعنی ما باید این نتیجه این کارها رو به همه نشان دهیم. So now we are talking finally of something which was a dream for this country for years. یعنی ما اوید یک چیزی گام میزنیم که یک همچون آرزو بود برای این کشور. People with a vision like our president. مثال رنگ پرزیدنت ما مردم بی‌صبرانه انتظار بودن. Into all these years, it becomes now finally a reality. حاضر این عملی شد، یعنی سالهای زیاد مردم آرزو میکردن این چیز رو. So as a company, as an international company, یعنی ما همچون شرکتی بین المللی we'll make whatever it is. Mr. President, this is a promise from myself personal. این شخصا وعده من است که هر چیزی که از دست ما میبیاد، هر چیزی که امکان پذیر است میکنیم. As soon as possible, the possibility for turbine 3 and 4 to work. تو اینکه با کار در آوردن اگریگات رقم 4 و 3 رو تامین نماییم. Not only for its internal demand, but also to sell. نه تنها برای طلبات داخلی، همچنین برای صادرات برق. I want to wish to this country a bright future. من میخوام که آینده این کشور درخشان باشد و تشکر برای باوری حکومت و باوری شما جناب عالی. تشکر زیاد. با نزدیکی ممکن تا آخر سال بنیاد راه آبیگرم نورآباد رو شروع میکنه. مبلغ خیلی کلان 350 میلیون دلار، این 3 میلیارد سوم میشه. 3 سال باید دوام کنه. برای شما آمادگی رو بینید
شرکت‌های وطنی و خارجی ساختمان‌ها زیاد میشه. برای اونا بعضا شرایط‌های کاری هم باید برای زندگی، برای پیشبردی کار. نقشه‌ای که داریم ما باید عملی شود. زمستان باید در سطح بلند گذرانه. مسائل اجتماعی را با سوژه‌های دیگر یگان مشکلات باید باشد. مثلا ذخیره کردن مواد غذایی را فراموش کردن در کار نیست. تشکیلات‌های ساختمانی راهبرای تشکیلات‌های ساختمانی در اینجا حضور دارند. سرعت ساختمان را تیزاندن در کار اون چیزی که من اشاره کردم. یعنی ما طرز کار کنیم هر یک مکانیزاتور، راننده، ساختمانچی، اکسکاواتورچی، بولدوزریست، خب هر یک ساختمانچی حسی بلندی وطن دوستی داشته داند که یک ساعت پیش، یک روز پیشتر، یک ماه پیشتر با کار انداختن یک اگریگات دیگر این با منفعت کلی مردم تاجیکستان است. برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده اخلاص کرده آواز برای روغون ما کارخانه‌های بزرگی صنعتی بنیاد کرده است. خب برای همین بینتان من بعد انتخاب شدن سفر اولی من از اتاق کاری با شهر روغون با نیروی برق آبی روغون، یعنی فعالیت 7 ساله کاری خود را من از روغون شروع کردم. اینا شما با اینا باید گیرید، چون که روغون این حیات ممات آینده درخشان تاجیکستان با شما می رود. بی برق دولت رشد نمی کند، بی صنعت پیش نمی روید، صنعت بی انرژیتیک نمیشه. اگر ما 24 ساعت گرافیک کرده شرایط کارگرها، مکانیزاتورها، راننده‌ها را برای شرکت‌ها دیگر مهیا کنیم، بشاید کار میکنند. مردم ما کورش چپا میکنند. فهمونه جمع کنیم فهمونه میکنند. هیچی نیست. اینا ثمراناک استفاده بردن ماده کار. و دیگر صفت مسائل استفاده برای ساختمان، صفت کارها برادرها ما نیروها را برای خودمون کرده ایستادیم. مبادا در یگان جا یگان بی صفتی می شود ما دیگران را فریب نمیکنیم، خودمون را فریب میکنیم. اینا با این نوبت گیرید. سفر بر کنین باشین. من تابستان نصیب باشد خبر میگیرم با تابستان من اومده بعد یک روز دو روز استاده باز در اینجا با شما با ساختمانچی ها علایده صحبت میکنیم و میبینیم چراجوی نقشه چرابینی را کنیم. ما میبینیم من روبری دولت دائما یک سامانی که اکانوم شود من روغون در باید کرده ایستادم. بسیار ساختمان ها را من کردم روغون در روان کردم. ما جستجو میکنیم، دریافت میکنیم، میکابیم. اقتصادیات هم من فکر میکنم سال آینده رشد میکند، اکشاف میآورد. فهمات ساختمان شد؟ ها؟ میتونه دودا کنه. امروز تحت رئیست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جلسه نوبتی